سلام برای بکس خفن. خیلی خوش اومدید به ویدیو. آقا تو این ویدیو می‌خوایم شتاب سرعت موتورتون رو تضمینی دوباره بر کنیم، فقط با 100,000 تومان. شما قدم اول پیچ‌های قاب زنجیر رو در به بغل موتورتون رو باز می‌کنید که آچار در می‌خوره. قاب زنجیر 4 تا پیچ داره، در به بغل موتور 3 تا، 2 تا بالا یکی پایین. اینا رو باز می‌کنید. بعد که شما باز کردید باید خورشیدی قبلیتون رو در بیارید. بخواید در بیارید یه آچارده میخواد. اما بخواید در بیارید میچرخه زنجیرها تا میزنید توی دنده موتور رو تا زنجیر نچرخه، با آچارده باز میکنید. بعد زنجیر رو میندازید اونور، هر روش در میارید زنجیر رو، خورشیدی رو چیز میکنید، عوض میکنید. پیچاشو در میارید و خورشیدی هم در میارید و که میتونید اونها رو با بنزین بشورید پیچاشو، چون میخواید روی خورشیدی جدید ببندید پیچاش روغنی نباشه. آقا بعد شما باید زنجیر موتورتون رو شل کنید که دو طرف لاستیک عقب با یه آچارده این دوتا رو شل میکنید، پیچ اصلی لاستیک عقب هم شل کنید. نکنید اینا رو با آچارده شل میکنید که بر زنجیر. خب آقا اینا رو بریم پیچ میچاشو بشوریم، پیچ‌های قدیمیش با خود خورشیدی. این خورشیدی من الان 15 تاییه، عقب هم 38 تایی که میخواییم 38 17 بندازیم. نکن چه روخه گرفت، نو شد. من چیزشو خارش چفت میشه روش. اول همیشه خورشیدی ها میندازید، بعد اون طلایی رنگه، بعدم پیچاشو میبندید. فقط یادتون نره موتور رو بزنید تو دنده که زنجیر نچرخه. خواستید ببندیدم خورشیدی رو بندازید، قبل اینکه صفر کنید زنجیر رو بندازید جا. اینم خورشیدی جدید که 17 تاییه با قیمت 100,000 تومان. بریم ما این چاقو کارشو بسازیم. آقا ببین بزرگ 2 تا بالا دندونه بیشتر داره دیگه، ولی خیلی چیز تو سرعت و شتاب افزایش میابه موتورتون. اینم انداختمش ببینید فرقشو. آقا بریم این در به بغلش رو تمیز کنیم. خود در به بغل نه، توی در به بغل رو تمیز کنیم. ما که دیگه خورشیدی عوض کردیم، اینجا رو با بنزین تمیز کنیم دیگه. که اینجا ویدیو سرعتش زیاد شده، من دیگه حرفی نمیزنم تا این قسمت تمیزکاری رو ببینید. این قبل تمیزکاریه که نتیجهش هم میذارم براتون. در به بغلش هم بعد این تمیز میکنیم، چون دیگه این تمیز کردیم ارزش نداره اون تمیز نکنیم. خب جفتش رو تمیز میکنیم، سه تا خورشیدی رو جا میزنیم و تموم. قاب زنجیر در به بغل میبندیم. آقا ممنون میشم تا این داره تمیز میشه شما هم یه ساب بکنی، یه لایک بکنی. خیلی عشقی آقا. چی خدایی سخته تک نفر ویدیو گذاشت با بدبختی. این گلملاش با دست نمیرفت، با بنزینم نمیرفت، مجبور شدیم دیگه با چاقو بهش فرو کنیم قشنگ اون موقع گلملاش بره. آقا ناموسن نتیجه رو نکنید، خدا وکیلی نکن، ارزشش رو داشت کثیف آدم ببنده. نکن انگار نو شد. اینم نتیجهش بود
که تقریبا 1 رو 20 دقیقه طول کشید. با مسواک افتادیم به جونش، مسواک که به درد نمیخوره دیگه. کشیدیم ماشین تمیزش کردیم بدون هیچ هزینه. آقا بریم درب بغل موتور هم تمیز کنیم که دیگه اینو تمیز کردیم ارزش نداره اون تمیز نکنیم. که این قبلشه، کثیف تقریبا خیلی کثیفه. حالا بعدش هم براتون میذارم. آقا اینم آره اینم بعدش شد، اینم بعد درب بغل. بعد دیگه قاب زنجیر رو میندازیم و درب بغل موتور هم میذاریم و تمام. جی آقا نکن. اینجا هم یه بار دیگه میگم، اول خورشیدی، بعد اون طلاییه، قشنگ یه جوری سعی کنید جفش ها، بعد بزنید موتور رو توی دنده تا زنجیر نچرخه. راستی قبل اینکه بخواید پیچاشو صفر کنید زنجیر رو بندازید بعد پیچاشو صفر کنید. نکن زنجیرتون هم راستی شل کنید خیلی صفر نشه زنجیر پاروشه. اینم از این. اول زنجیر رو شل میکنی میندازی جا، بعد زنجیر رو تا یه حدی صفر کنی، نه اینکه پاره بشه زنجیر انقدر صفر باشه، نه اینکه خیلی شل باشه. بعدم قاب زنجیر رو درب بغل. زیاد کار سختی نیست، ارزش نداره دیگه برای تعمیر آدم عوض کنه، چیز آسونیه. آقا اینم بود از این ویدیو. اگه حال کردی ساب کن تا ویدیو دیگه. فعلا خیلی عشقی.